آیا می دانستید بدن شما می تواند کارهایی انجام دهد که حتی دانشمندان را هم شگفت زده کرده؟ از قدرت‌های مخفی مغز گرفته تا توانایی‌های عجیبی که فقط در شرایط خاص فعال می‌شوند. سوالی که امروز می‌پرسیم این است: بدن ما واقعاً چقدر توانایی دارد؟ بدن انسان یک ماشین خارق العاده است. در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما درونش یک دنیای پیچیده از بیلیون‌ها سلول، میلیاردها اتصال عصبی و واکنش‌هایی وجود دارد که هر لحظه ما را زنده نگه می‌دارند. اما فراتر از زنده ماندن، بدن ما گاهی کارهایی می‌کند که به نظر غیر ممکن می‌رسند. قدرت‌های پنهان مغز. مغز شما تنها 2 متر از وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما به شکل حیرت انگیزی بیش از 20 انرژی بدن را مصرف می‌کند. این یعنی حتی وقتی شما آرام روی یک چوکی نشسته اید، این مرکز فرماندهی بدن مثل یک کارخانه عظیم بدون توقف کار می‌کند. اما آنچه مغز را واقعاً خارق العاده می‌کند، تواناییش برای فعالسازی قدرت‌هایی است که در شرایط عادی هرگز استفاده نمی‌کنید. تصور کنید در خیابان راه می‌روید و ناگهان ماشینی با سرعت به سمت یک کودک می‌آید. در کسری از ثانیه بدن شما وارد حالت فوق‌العاده‌ای می‌شود. ضربان قلب بالا می‌رود، تنفس سریع می‌شود و مغز دستور آزادسازی مقادیر زیادی آدرنالین را می‌دهد. این واکنش را واکنش بقا می‌نامند. در این حالت مغز موانع ایمنی معمول را کنار می‌زند. قدرت عضلات چند برابر می‌شود، سرعت پردازش اطلاعات بالا می‌رود و حتی زمان برایتان کندتر به نظر می‌رسد. این همان چیزی است که باعث می‌شود یک مادر بتواند با دستان خالی جسم سنگینی را از روی فرزندش بردارد یا یک ورزشکار در لحظه حساس رکوردی غیرقابل باور ثبت کند. جالب اینجاست که دانشمندان معتقدند ما در زندگی روزمره فقط بخش کوچکی از توان مغز را استفاده می‌کنیم. بقیه ظرفیت در شرایط خاص مثل کلیدهای مخفی یک قفل یکی یکی فعال می‌شوند. در این لحظات مغز مثل یک فرمانده جنگی تمام منابعش را بسیج می‌کند تا شما زنده بمانید. مغز ما همیشه آماده است تا وقتی که لحظه‌اش برسد همه محدودیت‌ها را بشکند. شاید روزی متوجه شوید که قدرتمندتر از چیزی هستید که فکرش را می‌کردید. نیروی شگفت‌انگیز عضلات. آیا می‌دانستید که عضلات شما می‌توانند تا 30% قوی‌تر از حالت معمول شوند اگر مغز کلید محدودیت‌های ایمنی را خاموش کند؟ این یعنی قدرت واقعی بدن ما بسیار فراتر از چیزی است که هر روز تجربه می‌کنیم. اما چرا مغز این قدرت را همیشه آزاد نمی‌کند؟ پاسخ ساده است: حفاظت از بدن. اگر عضلات در هر لحظه با نهایت توان خود کار کنند، بافت‌های عضلانی، رباط‌ها و حتی استخوان‌ها ممکن است پاره یا شکسته شوند. به همین دلیل مغز مثل یک مدیر محتاط فقط بخش امنی از این نیرو را در اختیارمان می‌گذارد. با این حال در شرایط اضطراری یا هیجانی شدید این قفل برداشته می‌شود. شاید شنیده باشید که کسی در یک حادثه توانسته وزنه‌ای بسیار سنگین‌تر از توان روزمره‌اش را بلند کند، یا دونده‌ای در لحظه پایانی مسابقه سرعتی غیرقابل باور بگیرد. این اتفاق تصادفی نیست. این همان واکنش فوق‌العاده عضلات است که توسط هورمون‌هایی مثل آدرنالین فعال می‌شود. از نظر علمی، هر تار عضلانی در بدن ما مجموعه‌ای از هزاران فیبر کوچکتر است که با انقباض همزمان نیرو تولید می‌کنند. در حالت عادی فقط بخشی از این فیبرها فعال می‌شوند. اما وقتی محدودیت برداشته شود، تقریباً تمام فیبرها وارد عمل می‌شوند و نتیجهش نیرویی شگفت‌انگیز است. تحقیقات نشان می‌دهد که ورزشکاران حرفه‌ای با تمرینات خاص می‌توانند یاد بگیرند این قفل‌ها را تا حدی باز کنند. به همین دلیل رکوردهای ورزشی همیشه در حال شکستن است. اما حتی حرفه‌ای ترین قهرمان‌ها هم هنوز به 100% توان عضلات خود دست پیدا نکردند. این یعنی هر یک از ما یک موتور پنهان درون خود داریم که فقط در شرایط خاص روشن می شود. قدرتی که فکر می کنید دارید تنها بخشی از واقعیت است. بقیه آن درون شما پنهان است، منتظر یک لحظه خاص یا شاید تمرینی که آن را بیدار کند. حواس فراتر از 5گانه. همه ما از کودکی با 5 حس اصلی آشنا شده ایم: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. اما این فقط نوک کوه یخ است. بدن ما در واقع یک شبکه پیچیده از حسگرهاست که
اطلاعات بسیار بیشتری را از محیط و درون بدن جمع آوری می کنند. دانشمندان تاکنون بیش از 20 حس دیگر شناسایی کردند که هر کدام نقشی حیاتی در زندگی ما دارند. مثلا حس تعادل یا وستیبیولار سیستم که در گوش داخلی قرار دارد و به ما کمک می کند حتی در تاریکی یا با چشم بسته صاف بایستیم. یا حس دما که نه تنها دمای محیط بلکه تغییرات دمای بدن را هم ثبت می کند تا بدن بتواند واکنش نشان دهد. یکی از شگفت انگیزترین این حواس پروپریوسپشن یا حس موقعیت بدن در فضاست. این حس باعث می شود حتی بدون نگاه کردن بدانید که انگشت شستتان کجاست یا بتوانید در تاریکی کامل راه بروید. ورزشکاران، نوازندگان و جراحان از این حس به طور ویژه استفاده می کنند تا حرکات دقیق و هماهنگ انجام دهند. و این تازه آغاز ماجراست. ما حسی به نام نوکیسپشن داریم که درد را تشخیص می دهد. اکوکالیشن که بعضی نابینایان با آن مثل خفاش‌ها جهتیابی می کنند. یا کرونوپشن که گذر زمان را احساس می کند. حتی بدن ما حسی پنهان به نام انتروسپشن دارد که وضعیت اندامهای داخلیمان را بررسی می کند. این حس است که باعث می شود وقتی ضربان قلبتان بالا می رود یا معده‌تان خالی است، آگاه شوید. اگر به این فکر کنید، درک می کنید که بدن ما یک ابر کامپیوتر زنده است که به طور مداوم صدها سیگنال حسی را پردازش می کند. بیشتر از آنچه حتی متوجه شویم. شاید همین باعث شده که در برخی موقعیت‌ها بدون دلیل ظاهری احساس کنیم اتفاقی در حال وقوع است. حسی که علم هنوز کاملاً رمزگشایی نکرده است. جهانی که شما با آن در تماسید فقط با 5 حس تعریف نمی شود. بدن شما در سکوت با 10 ها حس دیگر واقعیت را کاملتر از آنچه می بینید یا می شنوید تجربه می کند. قدرت ترمیم خودکار بدن شما یک کارخانه ترمیم بیوقفه است. حتی وقتی خواب هستید، میلیاردها سلول در حال کارند تا بخش‌های آسیب دیده را بازسازی کنند. شاید فکر کنید که زخم‌های روی پوست یا کبودی‌ها تنها نمونه‌های ترمیم هستند. اما حقیقت این است که تقریباً تمام بدن شما دائما در حال نوسازی است. پوست شما هر 27 روز تقریباً به طور کامل جایگزین می شود. این یعنی پوستی که امروز دارید، ماه آینده دیگر همان پوست نخواهد بود. کبد، این آزمایشگاه شیمیایی بی‌نظیر، توانایی دارد تا 70 اضاخته از بافت خود را دوباره بسازد. حتی اگر بخش بزرگی از آن برداشته شده باشد. استخوان‌هایتان هم هر 10 سال یک بار تقریباً به طور کامل جایگزین می‌شوند. مثل یک ساختمان که آجر به آجر با مصالح جدید ساخته شود. اما این روند فقط در ظاهر نیست. قلب شما نیز دائما سلولهایش را نوسازی می کند. هرچند با سرعت کمتر. معده‌تان هر چند روز یک بار لایه محافظتی جدید می سازد تا در برابر اسید معده مقاومت کند. حتی خون شما هر چند ماه یک بار سلولهای تازه تولید می کند تا اکسیژن رسانی و دفاع بدن به بهترین شکل ادامه یابد. دانشمندان این فرایند را هومئوستاز می نامند. یعنی حفظ تعادل و ترمیم پیوسته. اگر این سیستم نبود، کوچکترین زخم یا شکستگی می توانست به معنای پایان زندگی باشد. و جالبتر این که برخی حیوانات مثل سمندرها می توانند کل اندامهای از دست رفتهشان را بازسازی کنند و تحقیقات جدید نشان می دهد که شاید روزی انسان هم بتواند به چنین سطحی از ترمیم برسد. وقتی به این فکر کنید که در هر ثانیه حدود 25 میلیون سلول جدید در بدن شما ساخته می شود، در می یابید که شما همین حالا در حال تجدید حیات هستید. این یعنی هر روز کمی از شما می میرد و کمی از شما دوباره متولد می شود. بدن شما نه تنها برای زنده ماندن، بلکه برای بازسازی و نوسازی ساخته شده است. شما هر روز کمی تازه تر از دیروز هستید، حتی اگر آن را احساس نکنید. رکوردهای شگفت‌انگیز بدن بعضی انسان‌ها توانستند به رکوردهایی برسند که فراتر از تصور است. این رکوردها نه تنها مرزهای فیزیکی، بلکه مرزهای ذهنی ما را هم جابجا کردند. مثلا الکسی سگوراوندرل، غواص حرفه‌ای از اسپانیا، توانست نفسش را 24 دقیقه و 3 ثانیه نگه دارد، زمانی که حتی برای بسیاری از ما غیر ممکن به نظر می رسد.
او با تمرینات شدید کنترل اکسیژن و آرامسازی ذهن بدنش را به حالتی رساند که مصرف انرژی به حداقل برسد. یا یانیس کوروس، دونده افسانه‌ای یونانی که توانست در یک مسابقه فوق ماراتون 100 کیلومتر را بدون توقف بدود. آن هم نه روی مسیر صاف و آسان، بلکه در شرایطی که بسیاری از دوندگان حرفه‌ای هم کم می‌آورند. رکورد دیگری که شگفت‌انگیز است، مربوط به دین کارانازس، مردی که توانست بدون خواب و استراحت 350 مایل یعنی حدود 563 کیلومتر بدود. او نشان داد که بدن انسان وقتی ذهن و اراده با هم هماهنگ باشند، می‌تواند از مرزهای فیزیولوژیک معمول عبور کند. و یا رکوردداران قدرت مثل هافسوربیورنسون که توانست بیش از 501 کیلوگرم را در حرکت ددلیفت بلند کند، وزنی تقریباً معادل یک خودروی کوچک. چون این افرادی ثابت می‌کنند که بدن انسان هنوز ظرفیت‌های ناشناخته‌ای دارد. این رکوردها فقط به ژنتیک یا استعداد ذاتی وابسته نیستند. ترکیب تمرین مداوم، کنترل ذهن و آگاهی عمیق از بدن است که چنین نتایجی را ممکن می‌کند. شاید شما هیچ وقت نخواهید نفستان را 24 دقیقه حبس کنید یا صدها کیلومتر بدوید. اما دانستن اینکه بدنتان توانایی‌هایی فراتر از باور دارد می‌تواند الهام بخش باشد. شاید در زندگی روزمره این به معنای تحمل بیشتر در برابر سختی‌ها یا انگیزه‌ای برای شکستن رکوردهای شخصیتان باشد. این رکوردها به ما یادآوری می‌کنند که محدودیت‌های واقعی اغلب در ذهن ما هستند. وقتی باور کنید که می‌توانید، بدنتان راهش را پیدا می‌کند. بدن شما یک شاهکار تکامل است. ماشینی که نه تنها برای بقا، بلکه برای شگفت زده کردن ساخته شده. هر روز کارهایی انجام می‌دهد که حتی خودتان هم نمی‌دانید. حالا از شما می‌پرسم، وقتی بدن شما این همه توانایی دارد، شما با آن چه کار می‌کنید؟ به خودتان اجازه دهید فراتر از محدودیت‌ها بروید.